надо было остановить, нормально поговорить. وقتی که من در صنف نهم دهم میخواندم بسیارتر شوق و رغبت زیاد داشتم برای تالار حسن گشادن. بسیار فکرها به سرم میرسید که وقتی که من ختم کنم مکتب رو ختم کنم باید که من تالار حسن گشایم، برای آنکه در خواجه اعلی در دهه ما چنین تالار وجود نداشت. برای هوای من این استعداد خودم را باید صرف کردنم در کار بود. بسیارتر زنها برای ابروی چینی به نزد من می آمدند، من اونها را بسیار فسا می کردم. وقتی که من آیله دار شدم، بعد آیله دار شدنم به مقصد خود رسیدم. سال 2017 با تشکیلات غیر دولتی ازید این تالار حسن را برای من گشاده دادم. خوشبختانه من در اینجا کار و فعالیت کرده ایستادم. من بسیار وقتی که تالار حسن گشاده شد بسیارتر بانوان ما به اسفره به وارخ برای تیار کردن عروسها می رفتند. من خوشبختانه ما در اینجا کار و فعالیت کرده ایستاده ایم. باز بین قرغز و تاجیک هم دوستی پیدا کردیم، هم قرغز ها را ما فسا میکنیم. بسیارتر باز بر نزد ما برای شاگردی می آیند. بسیارتر کلینت قرغز ها بود، وی ها آنچه دورتر رفتند. بسیار کلینت ها ما گم شدند، چیزای گم که می آیند و به مثل پیشتر نه. وقتی که جنگ شد ما یگان خیل ضرر ندید، تالار حسن یگان خیل ضرر ندید و از جهت وای باشد کلینت ها ما کم شد. برای آنکه این منطقه هست که منطقه جنگجالی هست، اینجا به پیشتر دخترها می آمدند. بعد جنگ همه می ترسند که باز بیاین که باز در اینجا جنگ سر نشود گفته کمتر کلینت ها ما کم شد. Beti açılıp жақсы oldu. Batkenge bizge 45 minutluk yol. Bargıcaq vaqt kerek. Beti постоянно açılsa жақсы oldu bizge. Oңой hamsaya bizge klient boldu. Şol жақсы oldu bizge. زنهای ما میخواهند که دوستی پیدا کنند با قرغزها. قرغزها هم میخواهند که با ما دوست باشند، ولی قرغزان هم ویشای آدمی گندشای نه که ما نمیخواهیم نزد سرحدند زندگی کنیم. هم ما من امروز خیلی که دیده ما بسیارتر قرغزها که کار و فعالیت میکنیم، ما دوست هستیم، میریم به مغازه وی ها چیز میخریم، وی ها میبیایند، ما قطعی ما جوره هستند، ما نه از قطعی وی ها مناسبت میکنیم. نه که به فکر من قرغز های دیگر جا ارتباط نه دیگر جا ما کمتر بینامای جنگ میاندازن. قرغز ما که جنگ میکنند نبیاد فسان نکن میفتن. اینجا این وظیفه ما هست که ما در اینجا قرغز و تاجیک جدا نمیکنیم. این وظیفه جانی ما هست که وقتی که ما تالار حسن را گشادیم برای زنها می بیایم به ملال خداشون را رو میدهند میرن. Надо было остановить, нормально поговорить.